سریال سو و شون ساخته نرگس آبیار یه اقتباس از رمان معروف سیمین دانشوری که داستانش توی دوران جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. محور اصلی قصه زری و یوسف هستن، یه زوج از طبقه متوسط که با چالش‌های اجتماعی و سیاسی اون دوران دست و پنجه نرم می‌کنن. زری زنی آروم و مصلحت اندیشه که سعی داره خانواده‌شو حفظ کنه، در حالی که یوسف یه مرد روشنفکر و معترضه که نمیخواد زیر بار ظلم بره. حالا بحث اصلی اینه که آیا این سریال تونسته حق مطلب رو در مورد این داستان تاریخی ادا کنه یا نه؟ از یه طرف فضای بصری و طراحی صحنه‌ها حسابی چشم نوازه و حس اون دوران رو به خوبی منتقل میکنه. اما از طرف دیگه بعضیا معتقدن که روایت زری توی سریال نسبت به رمان یکم تغییر کرده و اون عمق احساسی که توی کتاب بود اینجا کمتر حس میشه. یه نکته که خیلیا بهش اشاره کردن تناقضات تاریخی توی سریاله. مثلا بعضی از جزئیات مربوط به شیراز دهه 20 میلادی با واقعیت‌های تاریخی جور در نمیاد که خب برای یه سریال تاریخی این یه ایراد مهم محسوب میشه. در کل سو و شون یه سریال خوش‌ساخت با بازی‌های قوی و فضاسازی جذابه، اما اگه از طرفدارای سرسخت رمانش باشی شاید بعضی تغییرات توی روایت برات قابل قبول نباشه. شما چه فکری راجبش میکنید؟ به نظرتون اقتباس خوبی از رمان بوده یا نه؟